یک قصه یادم آمد، در گلستان خوانده بودیم. یک کمبغلی بیچاره میگوید نزد حضرت موسی آمد و گفت ای موسی، گفت همین کمبغلی بسیار افگارم کرده است، آخر دایم همین خوردنی نسک و نخود و چند دیگر طاقت نداریم. گفت بگذار پروردگار بایم کند، آخر از گوشت گوسفند و از تمام این بهترینی طعام هایی که دارد برخوردار شوند. حضرت موسی گفت ای بنده خدا، گفت همین حالی که داری بسیار حالت خوب است. گفت ای گفت دعا کن، دعا کن، گفت که مرا پروردگار به دولت کند. دعای پیغمبرها تیری در نشان رسیدگی هست. حضرت موسی دعا کرد که پروردگار را، گفت همین بنده تا به دولت بگردان. میگوید چنان با دولت شد که دیگر هیچ حد کنار نداشت دولتش. از بین یک 3-4 سال گذشت. این برادر در آخر از ما طلب کرد از دعا کن که دابلا من بای شوم. کسی بود از خیلی از من دعای حضرت موسی را بینو، این حال این مرد ببین چی شده است. برای من دعا میکنم که خدا ترا رزق کفایت کننده دهد. از من 3 سال گذشت. میگوید حضرت موسی با یک قشلاقی گذر میکند که مردم زیاد جمع شدن. گفتن اینجا چی معرکه هست؟ یک آدم گفت در دار میکشن. در دار میکشن؟ بله. کی است این آدم؟ این آدم یک آدم بیچاره گدا بود. نزد حضرت موسی رفت دعا کردن. اون چه پیغمبرها را نمیشناختن مردم. نزد حضرت موسی رفت. حضرت موسی در حقش دعا کرد، به دولت شد. بعد که دولت و سهولت زیاد پیدا کرد، در حال دستی به زنا زد، عرق نوشی کرد و زنا کرد. در بالای زناش دستگیریش کردن. امروز حکمی به دارش دادن. آی بایی هر کس هم نمی پروره. خداوند میداند که کی را بای کند، کی را کم بغل کند. همه جسم ما را میداند که تا چه اندازه ما تاباوریم. آیا همین جسم ما تاباوری بایی دارد یا ندارد؟ و الله میداند اینه. بعدن حضرت موسی بسیار غمگین شد. نگاه کرد که این مرد را که دعا داده بود برداشتن و در گردنش بنده و در دار کشیدنش. غمگین شد. میگه حضرت سعدی میگه که یک ندای آمد به گوش حضرت موسی که با یک طریق نظم که از جانب پروردگار که آن کس که توانگرت نمیگرداند اون مصلحت تو از تو بهتر داند. ای حضرت موسی، پروردگار از تو در دیده بهتر میداند که کی را بای کند، کی را کم بغل سازد. الله این نقصتر میداند. گویم تو دعا کرده و امروز انا بنده خدا را بین در کدام حالت آمد. و برای پروردگار مشورتچی و مصلحتچی لازم نیست. الله خودش میداند چی کار کند. در دوام گفت گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. این گربه را گفت پروردگار گفت ای موسی نگاه نمیکنی، چرا پرش نمیتیم؟ این پر ندارد، با بازم بی پریه که هستی دارد در زمین گویم که گنجشک از داشته میگیرد. وقتی اگر این را ما پر میدادیم در آسمان دیگر پرنده نمیمان. آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی، آدمی را نزد خود نگذاشتی. اگر ای موسی این خرابی با این به شاخیش آدم نمیماند نزدیک شود. اگر باز 2 شاخ دیگرش میدادیم از پیشم هجوم به آدم میکرد، از پسم به پایهاش میزد. برای همین پروردگار هر یک چیز میداند که چی گونه آفرد. برای همین دادر عزیز، ما در حق تو دعا کردن نمیتونیم که خدا تو را بای گرداند، لیکن خدا دعا کن از پروردگار. اگر بسیار حوث بایی را داشته باشی دعا کن، انشاءالله پروردگار تو را ناامید نمیگرداند. اگر بسیار حوث مالدار شدن داشته باشی. لیکن یک حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لا ينظر الى
اجسامکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم. پروردگار در جسم نظر ندارد، جسم تو تا چه اندازه بلند است، پهن است، نگاه نمی کند. پروردگار نگاه نمی کند چقدر تو مال داری، بلکه الله در عملهات نظر می کند، الله در دل تو نظر می کند. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب ولکن یعطی الایمان الا من یحب. خداوند مال می دهد، گفت پیغمبر خدا، چی دشمنش باشد چی دوستش باشد، هر کسی باشد مال می دهد، لیکن ایمان پروردگار فقط دوستاش می دهد. السلام علیکم اکای دوملا، چند سوال دارم. یکم، بعد گرانیدن مرده دلیل میمانند برای مرده، این جایز است یا نه؟ جایز نیست. یعنی بعد وقتی که از خاندان ما و شما، خواه پدر باشد خواه مادر باشد خواه کدام اولادی نباشد، گوریستان میبرین، بعد او در همون جایی که وی شستن، بسیاری اینا بسیارتر در همین سکسیه هایی که مردم زندگی میکنند، بسیارتر در همون جا که در خانه که میشویند، در همون جای شستن شمعها گریان میکنند. این از ما نیست، این از نصرانی ها هستن. آخر در ما و شما دلیل ماندن آدم گناهگار میسازد. این دلیل بهر چی میگذاری؟ این چی معنی دارد؟ دلیل تو فقط این است که 2 رکعت نماز در حق همون پدرت است مادرت است خوان، 1 ورق قرآن خوان. این از دلیل مردم مسلمان. شمعگذاری و دلیل گذاری این حرام است در اسلام. آیا علم دنیا ضرور است یا علم اسلام؟ و ما گفته بودیم که علم دنیا هم علم خدا هست، علم آخرت هم علم خدا هست، همش علم خدا هست، هر دوش ضرور است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما آن کسی است که قرآن میخواند و قرآن با دیگرها تعلیم میدهد. لیکن در داخل قرآن ما علم دنیا هم وجود دارد. مردم به علم دنیا پروردگار میخواند. از این خاطر این سوالهای دیگر علم دنیا باید در بین مردم ما دیگر هیچ وقت صدا ندهد که علم دنیا گویا که علم نادرکار باشد. باور کنید این خیلی پس بودن ما و شما را نشان میدهد، تحقیر کردن همین دین اسلام را نشان میدهد. کسی که گوید علم دنیا این علم بیکاره و علم باطل و علم کافر است، این گونه سخنها میگفتند. با یک آدم خیلی گویم با سواد، وقتی که یک جا نشستیم وای گفت که من شرط نیست نامهاشو نگیرم، من از فلان آدم ناراضی هستم. گفتم برای چی ناراضی؟ گفت وای ملا بوده است، گفت با یک انسان نگاه کردم که با زبان روسی سخن میراند. گفتم با زبان روسی سخن راندن این ثواب است، زبان دانستن این ثواب است. گفتن نه، گفتم بلکه زبان دوزخی ها گفتن زبان روسی هست. این در یگان پارچه همین کتاب فارسی خوانده است، اون کدام دشمن اسلام نویسانده است، این بیچاره برای خودش دلیل کرده گشته است که زبان روسی را دانستن گناهگار می شود آدم. امروز هم ما و شما قریب که سفری به دولت‌های روسیه داریم، اگر زبان همون دانی تو، آیا برای تو کار سبک نمی شود؟ و برای چی گفتن که زباندانی جهاندانی است؟ اگر امروز شما حج می روین به مکه مکرمه، اگر زبان عربی را دانین میدانین چقدر سبکی برای شما می شود. امروز باید ما و شما تبلیغ کنیم، فرزندهامون تمام شرایطاشون مهیا گردانیم که امروز زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان تاجیکی و زبان روسی را از خود کنند. حتمی و ضرور است.
اینا به نهایت ضرورن و در این مسئله خیلی کوشش کننده باشیم. اگر خواهیم همه شما، من باوری دارم که همه شما امید داریم که فردا از همین بچه هایی که داریم راحت بینیم. اگر خواهید که راحتی بچه هاتون نبینین، امروز در خواندن اونا بسیار با دقت باشین، بسیار با دقت باشین. همه آن چیزی که برای او مکتب او گرفتن علم دنیای او ضرور است تأمین کنین. حضرت مولوی رومی خدا رحمتش کنه گفت گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه، آموزش ای برادر قرآن و خط و پیشه. میخوای که حال فرزندت خوب شود، میخوای که همین بچه تو از تلبیدن و از خار و ذلیل و از گویم یک کارگر عادی که در دست ملت های دیگر کار میکند خلاص شود. میخوای گفت اگر خواهی که بچه تو از این گونه حالت های وزمین خلاص شود و خدمتگاری در تو شود، گویم زندگی تو را پیش میبردگی شود، فرزند در سه چیز آموز: قرآن و خط و پیشه. قرآن خوانش کن، بعدا خط خوانش کن، یعنی مکتب خوانش کن، پیشه که یگان کسب را بیاموزش، یک کسب را برای او بیاموزان، چی کسبی که نباشد. در دوام گفتن زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. گفتن پیشه را بیاموز بچه تا، یگان کسب برای او بیاموزان، مهنت کن. اگر مادام مهنت نکردی و بچه را کسب نآموختی، این حالت در دستی او بیل و کلند و تیشه دی. چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. حضرت گفتن مادامی که خط خوان نشد، علم دنیا را هم نگرفت، کسب و کارم نآموخت، قرآن خوان که نشد، این حالت در کوه یا پادبان کن، در همون کوه در و پشته پادبانی کرده گشتن گیرد. برای این بسیار امروز ما و شما باید که کوشش کننده باشیم. علم دنیا نگویم دیگر، همش علم اسلام است. علم دنیاش هم، علم آخرتش هم، همه اینها از قرآن ما و شما هست. همه ما و شما باید خواننده باشیم. من در یک جمعه گذشتم گفته بودم که این دلیل دارد که چی فرزند ما در مدینستود میخواند، چی بچه ما در مفتیات درس اسلامی میگیرد، در ثواب برابر هستند. امروز جامعه ما اگر به طبیب ماند آیا خراب نمی شود؟ برای همین از همه مهم برای ما و شما امروز که فکر همون آینده فرزندهامون الحال کنیم، مکتب خوانشان کنیم، در مکتب ها فعال باشند، همه آنچه که لازم است تأمین کنیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. اولا از خدای تعالی دعا می‌طلبم که عمر شما را دراز و پربرکات گرداند. و من سوالی دارم به شما. ما در محله همون مسجدی داریم که در مسجد کدام وقت خواهند نماز میخوانند، بسیار وقت نماز شام و خفتن میخوانند. ملای داریم که ملای شیربرینج است، وی امامتی میکند، سوره ها را با تجوید و با ترتیل قرآن نمیکند. خلاصه من راضی نیستم از او. وقتی نماز اگر از مسجد اگر از مسجد از آن گویند، من میتوانم که نمازم را در خانه خوانم. خواهش میکنم حتمی جواب گردانید. البته مثال اگر پیشوایی که گویم که آیت های قرآن درست نخوانند، آخی پیشوایی افسوس که امروز برای پیشوایی مردم تلاش دارن و لیکن برای آن مسئولیتی که امام دارد و حس نمی کنند. تلاش برای ملا امامی دارند، میخواهند که ملا امام شوند، میخواهند که مردم همچه بابای ملا گفته حرمتش کنه و لیکن بیچاره خواهش نداره که علم گیرد. و تو همه وقت اگر خواهی که تو را بابای ملا گفته و این محراب تسلیمت کنند، تو علم آموز، تو قرآن با درست خوان، درستتر خوان، از علم آگاه شو، میلش آکه محراب نصیبت کند.
یکی وقتی که میبینی بعد رمضان نزدیک شد، بعد یکی ملاها از هر جانب پیدا شدن میگیرن. برای همین میبینیم که کدامش نادرست میخواند، کسی غلط و خطای او را گرفته میتواند، از پس او نماز خواندن درست نمیشود. برای همین شما در خانه نه بلکه در دیگر مسجد رفته نماز تا نخوانید. مهربا هم گوییم که قریب که امروز باور که صاحبای خودشون ندارند. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، یک سوال دارم. اگر در وقتی پیشاب کردن آب همون از پشت مرد میریختگی ریزد، با پیشاب این به زنا داخل می شود یا به غسل جنابت؟ التماس با این سوال من جواب. نه، این نه غسل جنابت می شود نه زنا می شود. وقتی همون آبی که از آدم جدا می شود با همراه پیشاب یعنی در زمین می ریزد، این نه غسل مثال برای تو فرض می گرداند، نه این حکم زنا را دارد، بلکه این یکم بیماری هست که در وجود تو پیدا شدگی هست. این سبب نه زنا است نه غسل جنابت. این در بسیاری مردها می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حاجی محترم، خدا شما را و تمام مسلمان های روی دنیا را در پناه خود نگه دارد، آمین. داملای عزیز، من یک سوال داشتم. من قریب که نیم ساعت در حاجت خانه خود را خاک کرده طهارت کرده، وقتی که من نماز را نیم میکنم از مخرج پیشاب میچکد. این حالت در هر یک نماز رخ میدهد. من در هر یک نماز طهارت میکنم. آیا نمازهای من درست است؟ این طی 2 سال است مرا ناراحت میکند در نماز خواندن. چه مصلحتی میدادید؟ خدا یار و مددگار شما باد. در آخر در حق فرزند من دعا کنید تا که حافظ قرآن و مثل شما پیشوای خوب و حقیقت جو باشد. یعنی این برادری که بیمار است، این سلسل باول میگویند، همیشه پیشابش میریزد، اینا در هر یک نماز طهارت نو میکنن. اگرچه در وقت همون نماز خواندن هم که چکیدن که گرفت، تو نماز تا خواندن بگیر نمازی تو درست است. این وضوی معذور میگویند، یعنی طهارتی که عذرناک است. به این خاطر اجازت است که در حالت نماز هم که اگر پیشابش چکیدن هم که گیرد نماز تا خواندن بگیر، نمازی تو درست می شود. خدا فرزند تو را حافظ قرآن و عمل کننده در قرآن گرداند، آمین و رب العالمین. سوالای زیاد موندن. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، شما فخر تاجیکستان ما هستید، خدا نگهبانتان باشد. ما یک گروه دانشجویان دانشگاه شهر قرغان تپه هستیم. ما از شما پیش از همه دعا خواهانیم تا که خداوند سبب گرداند دعای شما را و شفاعت کند ما را. و سوالی داریم به شما. شبانه پیش از خواب مستحب داشته باشی و آن شب به حاجت خانه نارفته خواب کنی. سحر از خواب خسته طهارت دست و روی بکنی. نماز خواندن، جنازه خواندن قرآن و غیره جایز است یا نه؟ خواهش میکنم با سوال ما جواب گردانید و دعای خیر در حق ما کنید. این برادرای دانشجوهای قرغان تپه بود است و گفتند که شب مستحب میکنی. خیلی با دقت باشین، همین مسئله را یک بار دیگر برداشته بودین. شب طهارت کردین، مستحب کردین، آنچه که در وجود شما بود دور کردین، یعنی خلاص پای به طهارت خواب کردین. یا اگر طهارت هم که نداشته باشین مستحب کرده خواب کردین. سحر وقتی از خواب بیدار شدین، شما دیگر میل اگر به حاجت خانه نداشته باشین شرط نیست که دیگر استنجا کنین، شرط نیست، فقط دست رو کنین، رفته نمازاتون هر عبادتی که از خواندن گیرین جایز می شود. فهمیدین؟ فقط استنجا را در حالت کنید که از پیش و پس چیزی براید غیر باد. اگر بادم که براید این حالت ده استنجا شرط نیست، استنجا شرط نیست، فقط طهارت دست رو کنید. با برآمدن باد استنجای شما نمیشکند، لیکن طهارت دست رو کنید. دست رو گفته باقی مانده اعضاهایی که دست و روی و دیگر هست، پای و همش شویه. همین مسئله رو خیلی با دقت باشید.
همون عبارای مختصر الاستنجاء من کل حدث غیر النوم و الریح. ببین استنجا را کنین در همه حالت مگر در دو حالت، بعد خواب یا بعد برآمدن باد. شما استنجا نکنید گفتن. مقصد الحال شما جمعه را میخوانید طهارت دارین، میرین خواب میکنین. خواب که کردین برای نماز عصر باید چیکار کنین؟ وقتی اگر حاجت خانه که نرفتی باز یک دست رکوع برای خاطر خوابت برده بود، یک دست روی دیگر کن آمدن نماز خواندن بگیر. شرط نیست که دیگر تو بین پات شویی، شرط نیست، لازم هم نیست، حاجت هم نیست. یا بعد مثال جمعه اگر باد شما برآمد برای نماز عصر آمدن یک دست رو کنیم بس، دیگر استنجا نکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله جمعه آینده از فضیلت های این ماه مبارک خدا خواسته باشد با پررگی من شما را خبر میدهم. اگر ما و شما صحت و سلامت و در حیات باشیم. اینجا دعا کنید، گفته در حق مادری که فرزندش بیمار است دعا طلب 5 سامانی دادن، در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند، و در اینجا در حق بابای پیر نظر که ویم دعا طلب کرده است و اینجا یک مکتوب دراز هم نویسانده است. یک مسئله دیگر بسام شما رسانم که فراموش نشود، علال خصوص به برادرهایی که سوداگر هستند، جوانای عزیز و برادرای مهربان، اولا که در ماه مبارک رمضان اگر مبادای یگان گوییم که خیانت و یگان در حق ترازو حق یک برادر خوردن که از ماه رمضان 100% تو در ثوابش که محروم هستی. لیکن دوم این که در تمام دولت‌های اسلامی وقتی رمضان می شود مردم مسلمان همه وقت مال و اسباب و انجام قیمت نمی کنند. هیچ وقت ارزش گوشت و ارزش روغن و دیگر چیزهایی را که مردم به او احتیاج دارد باید بلند نمی بردارند مگر در همین ملک ما و شما که ماه رمضان شد مردم می داند که اکنون می خرند بازم این تاجایی که ارزان کند که برادر مسلمانش روزدار است استفاده برد، برعکس نرخ او را در بلند می بردد. در این البته با احتیاط باشین. گذار که اگر تو مثال گویم این قدر جوان دلیر و با غیرت ایماندار باشی همین یک ماه از درآمدت گذر، اون قدر گپی نیست. اگر درآمدم بینی یک کم درآمد بین دیگر شب ببخش به خاطر ماه مبارک همون نرخاتون در آسمان نبردارین. این باور که یک بیرحمی و بی انصافی نسبت یک برادر مسلمان من می شود. ما کی را مثال ما با کی جبر می إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هزارها شکر و حمد از برای آن پروردگاری که اگرچه از عمر ما باز یک هفته سپری شد و امروز باز ما و شما در این روز مبارک
روبرو شدیم و این روبرو شدن ما و شما و این انجمن و این مجلس و این منظره که در این ساعت رخ داده ایستاده است، اینم یکی از منظره های جنت به شمار می رود. چگونه که جنت راحت دارد، چگونه که بهشت به خود یک فیض، یک برکات دارد، این مجلس ما، این یک ساعتی یاد خدا به خود فیضی دارد، به خود برکات دارد. از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان این جمعیت ما را هیچگاه پراکنده نگردانی و خدای مهربان همیشه این بندگان خودت را از این روز سید، از این روزی که پر اجر و پر ثواب است و از این موعظه هایی که سر به سر نور و برکات است، خدایا این بندگان خودت را موفق بگردانی. خدای مهربان گذشتگان این جمعیت ما را رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا بیماری های این جمعیت را و دیگر بیماری هایی که در بیمارخانه ها خوابیدند، خدایا شفای کامل نصیب شان بگردانی. و این بندگانی که به این خانه تو آمدند، آرزوها دارند، مرادها دارند، مقصودهای نیک دارند، خدایا همگی را برآورده بگردانی. تا جمعه دیگر خدای مهربان این قوم و جمع ما را صحت و سلامت نگه بداری. خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را آباد و زیبا بگردانی. معنویات، اقتصاد، اسلامش را خدای مهربان بلند برداری. رئیس جمهورم که برای بهبودی این ملت تاجیک، این مردم تاجیک سعی و کوشش ها، حرکت ها دارد، خدایا ایشان هم به همه عملهای نیکش، به همه مقصدهای نیکش خدایا غالبش بگردانی، استوار نگهش بداری و از همه بلا و آفتها در حفظ امانت نگه داریش. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته ما یک منظره را از روز قیامت برای شما حکایه کردم، برای شما از آیاتهای قرآن تحلیل کردم که این دادن نامه اعمال به دست راست بود که از سوره مبارکه انشقاق و از سوره مبارکه حاقه برای شما حکایه کردم و باز برای شما وعده دادیم که دادن نامه اعمال با دست چپ چگونه هست. با دست راست ما از بشارت‌های پروردگار آگاه شدیم و با دست چپ وقتی که انسان نامه اعمال را میگیرد و چی میگوید در حالت، میخواهم در پیشگفتار این موعظه امروزه ما که از سوال و جواب عبارت است، پیشگفتار او میخواهم که این منظره را برای شما بیان کنم. باز رجوع میکنیم به همون سوره انشقاق و باز به همون سوره حاقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظیم. چه یک منظره دهشتناکی است، چه وجود آدم خیلی نارام میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من اوتی کتابه بشماله
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها كانت القاضیه ما اغنى عني مالیه هلك عني سلطانیه. صدق الله العظیم. آیت هایی که اول تلاوت کردم از سوره مبارکه انشقاق پاره 30 قرآن، میخواهم اولا از تحلیل او و شما خبر دهم و بعدا به سوره حاقه باز میگردیم. و اما من اوتی کتابه وراء ظهری، پروردگار میگوید وقتی روز قیامت کارنامه او را، نامه اعمال یا کتاب خیر و بدیهای او را وقتی که از جانب پشت او به دست چپ او داده می شود، مفسرای قرآن می گویند دست ها، چه دست راست و دست چپ، چگونه که یک جنایتکار بالای جنایتش دستگیر می کنند، دست های او را پس پشت با زنجیرها می بندند. روز قیامت انسانی که نامه اعمالش اگر با دست چپ داده شود، اگر امروز حکومتدارا از قسم پایان میان اگر دست بندند، پروردگار از بالای گردن دست می بندد، دست ها هر دو بسته می شود. الله اون منظره را برای ما خبر داده ایستاده است و در دست چپ او از قسم پشتش نامه اعمال، همون کتاب نیکی ها و بدی هایش داده می شود. وقتی این کتاب را با دست چپ که این بنده که گرفت، الله چی می گوید؟ فسوف یدعو ثبورا. این بنده آگاه می شود که دست چپ خطر دارد، دست چپ عاقبت خوب ندارد. این حالت در داد می زده است. فسوف یدعو، فریاد می دهد ثبورا. ثبورا چیست؟ نابودی و هلاکت است. می گفته است ای کاش پروردگارا همون مرگ که در دنیا کاری مرا به ختم رسانید، همون مرگ پیدا کن تا که اون عذاب دردناکی تو را دیگر مشاهده نکنم. ای خاک بر سرم، این چه خجالت و چه شرمندگی است که امروز من در بین این بندگان خدا مبتلا شدم. داد میزد است. ای کاش میگفت از همون عمری که الله برای من دادی، من در راه بهبودی و در راه عبادتی تو صرف میکردم. ای کاش از اون نفسهایی که از ذکر تو خالی بود. داد میگفت است. همون دنیایی که مرا فریب کرد، همون دنیایی که من برای این دنیا نه نماز خواندم، من برای این دنیا شده دیگر نه یک میل به خدا و به پیغمبر و به کتاب داشتم، همه وجودم فقط در دنیا دادگی بود. نفهمیدم که الله در قرآن و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. الله گفت ای مردم آگاه باشین، این دنیایی که فردا شما را داد شما را و ویلای شما را میبرارد در قیامت، این دنیا یک مثل بازیچه است، مثل یک کار بیهوده است. بازیچه است، طفل فریب، این متاع دهر به عقل مردمان که بر او مبتلا شوند. حضرت مولوی میگوید آدمای به عقل برای دنیا شده قیامت و قبرشان فراموش میکنند. این آدم فریاد میزد است، داد میگفت است. فرصت عمر عزیز است. حضرت مولوی برای همین شاید ما را نصیحت دارد، فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری. هر نفس گوهری نایاب، تو ارزان مفروش. نفسات خیلی قیمتن، ارزان نفروش. در این راهی گویم غفلت و در راهی که عاقبتش خطر و شرمندگی و خجالت دارد، در این راه این نفسها را نفروش. فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا. وقتی این داد میگفته است، ای خاک بر سر میگفته است،
ای کاش همون مرگ باز همینجا کار خودش را بالای من انجام دهد. پروردگار مالکان دوزخ فرمان میداد است و یصلی سعیرا، این بنده ناشکر و ناسپاس و به عبادت بر دوزخ کشید. امر میکرد است انه کان فی اهله مسرورا. پروردگار بیان میکند این بنده که الحال نامه اعمالش را به دست چپ گرفت و اینجا پشیمانی و ندامت و خجالت دارد، میدانید که این کی بود؟ انه کان فی اهله مسرورا. این همون بنده هست که در دنیا وقتی گناه میکرد میخندید مسرورا، با یار و رفیق و اهل و خانوادش بسیار خوشنود بود، در گناه کردن پروا هم نداشت، غم هم نمیخورد که از من گناه صادر شده است. این همون انسان است. الله میگوید انسانی هست که همه گوییم چیزی که از قوت داشت فقط برای دنیا صرف کرد، یاد آخرت نکرد. تو را دنیا همی گوید، تو را دنیا همی گوید که از تو را دنیا همی گوید شب و روز، تو را دنیا همی گوید شب و روز که حان از صحبتم پرهیز و پرهیز. ای انسان ها میگوید انا این دنیایی که برای این شده شما از عبادت پروردگار دور میمانید، انا همین دنیا شما را چی میگوید؟ هر روز فریاد میزدد تو را دنیا همی گوید شب و روز که حان از صحبتم پرهیز و پرهیز. پرهیز کن از صحبت من، هیچ وقت به من نزدیک نشو. مده خود را فریب از رنگ و بویم، مده خود را فریب از رنگ و بویم که هست این خنده من گریه آمیز. گفتن دنیا چی میگوید؟ مده خود را فریب از رنگ و بویم، خیلی زیباگی دارم لیکن رنگ و بوی من تو را فریب ندهد، زیرا که خنده من عاقبتش گریه دارد، خنده من عاقبتش زاری و تولا دارد. الله میگوید انه کان فی اهله مسرورا. اون بسیار بسیار در دنیا خرسند بود، در بهترین ماشین ها می نشست، وزنین ترین گناه را انجام میداد، خیلی وقتش خوش بود. انه ظن ان یحور بل ان یحور. الله میگوید این انسان در دنیا گمان میکرد که اصلا بازگشت به سوی من ندارد، هیچ وقت فکر مردن نمیکرد. بلا ان ربه کان به بصیرا. پروردگار میگوید هرگز این چنین نیست، روز از روزها البته بازگشت تو به سوی من هست و من بر هر عملی نیک و بدی تو بینا هستم، دانا هستم. سوره حاقه چی میگوید؟ و اما من اوتی کتابه بشماله. پروردگار باز این منظره را حکایت دارد. هر وقتایی که نامه اعمال شما با دست چپ شما داده شد، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. ای کاش که پروردگارا این نامه اعمالم را بر من نمی دادی، ای کاش که پروردگارا این نامه اعمالم را به دست من نمی دادی. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. ای کاش پروردگارا حساب من نمی دانستم، زیرا می داند که از این حساب وای در عذاب و در زیان است. ای کاش که پروردگارا من عذابم را نمی دانستم، حسابم را نمی دانستم، کاش که این کتاب من کشاده نمی کردم. یا لیتها کانت القاضیه. ای کجاست همون مرگ که باز بالای من هجوم کند، این جان مرا گیرد، این منظره دهشتناک من نبینم. فریاد می زد است
قتاده میگوید در تفسیرش که ببین میگوید انسانی که در دنیا از مرگ بیزار بود، از مرگ میگریزد، وقتی این منظره دهشتناک در قیامت میبیند خودش مرگ فریاد میزد همون مرگ در کجاست، باز یک بار دیگر جان مرا گیرد. هلک عنی سلطانیه. خداوند میگوید انسانی که جاه و منصب و مال و ملک و سلطنت داشته باشد، وقتی نامه اعمالش به دست چپش داده شود اونجا پشیمان می شود و داد میگوید که این سلطنت من، این منصب من، این نسب من، این پولداری من برای من هیچ نفع هیچ فایده نرساند. این است یک منظره از دادن نامه اعمال با دست چپ و نامه اعمال با دست راست. همیشه ما در نمازهامان دعا کنیم که خدای مهربان نامه اعمال ما این جمعیت را با دست راست دادند نصیب بگرداند. خدایا از این منظره خیلی دهشتناک و شرمنده آور این جمعیت ما را نجات بده. انشاءالله بعد گرفتن این نامه اعمال با دست چپ از جانب پروردگار چی امر می شود؟ خدا خواسته باشد جمعه آینده من در یک پیشگفتار خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه، این خطاب پروردگار است نسبت آن کسانی که در دنیا در قیامت نامه اعمال به دست چپ گرفتن، اونها را به کجا امر میکند؟ مالکای دوزخ. انشاءالله جمعه آینده من اینا برای شما خبر میدهم، زیرا که خیلی سوالهای زیاد در پیش دارم، همینها را جواب گوییم. السلام علیکم داملای عزیز. آیا به دعوت به معرکه خدایی توی رفتن اجازت است یا نه؟ یعنی وقتی که در بین تاجیکای ما توی ها داریم، خدایی ها داریم، هر گونه معرکه های خیر احسان داریم و ما و شما را دعوت میکنن برای گویم خوردن همون طعامی که آماده کردن، آیا اگر همونجا به دعوت رویم این اسلام چگونه بها میدهد؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دعی احدكم فلیجب فان كان صائما فلیصلی وان كان مفطرا فلیطعم، رواه مسلم. حبیب خدا میگوید هر وقتایی که شما را ای بندگان خدا کدام خانه ای که دعوت کردن دعوت را اجابت کنید، دعوت به ذمه شما واجب می شود. فإن کان صائما، مبادا تو را آمد و خبر داد گفت پیغمبر خدا تو روزدار بودی، مثال امروز ماه شوال است، بعضی برادرای اسلامی ما و شما 6 روزه از ماه شوال روزه دارند، فریاد میزند میگوید خانه من نصف روز است یا سحر است نانخوری، میگوید خدایی خیر احسان کردم. اگر تو روزدارم که باشی حبیب خدا گفت حتمی اجابت کن، رو در خانه همون برادرت حضور کن، اشتراک کن. اگرچه از طعامش نمیخوری فلیصلی، به معنای فلیدعو، دعا کن در خانهش. شرط از خوردن نیست. امروز ما اگر کمی سیر باشیم یک جای دیگه دعوت میکنن نمیریم، روزدارم که نباشیم نمیریم، به خاطر میگیم خیلی سیریم کجا میریم، لیکن نمیدانیم که دعوت واجب است. وقتی دعوتی کردن در ذمه ما واجب می شود، باید که ما او را قبول کنیم. وقتی اگر وعده دادیم که میبیم الا که تماشا کنیم که این به ذمه شما واجب می شود، نرفتین شما گناهکار می شوید. خب و اگر باشد که روزخور باشین، گفت پیغمبری خدا روزدار نباشین، پس از طعامش میخورین، مقصد اجابت کنین. لیکن حبیب خدا در این مسئله حدیث های دیگر هم دارد که باره از یکی از صحابه های پیغمبر خدا را گفتن خاندان ما بیگاهی مرحمت، من برای 5 نفر آدم طعام آماده کردم، می توانی ای حبیب خدا همراه 5 نفر به خانه من بیایی؟ حبیب خدا میگوید وقتی بیگاه شد
یک نفر زیارتچی حبیب خدا از کجای پیدا شد؟ حبیب خدا این شخص هم گرفتن همراه خودشان. ولی امروز ما و شما هم عادت داریم که مثال ما را یک کس خبر میکنن، دو سه نفر دیگر را میگیریم، خیلی همون نان کرده ساخی، همون مثال نان هست، فرقش یا خی چی شما بخورین چی فلانی خورد گفته، هم تری دلیل ها داریم. حبیب خدا هم میگه همراه خودش همون نفری مهمان گرفت و برد. لیکن خاندار 5 نفر گفت، حبیب خدا 5 نفر گرفت، این مهمان هم همراه خود برد. لیکن مهمان در بیرون کوچه گذاشت، همراه 5 نفر خانه خاندار درآمد و از خاندار پرسید همون 5 نفری که گفته بودی اینا مرحمت، لیکن یک نفر زیارت من آمده است، مهمان من است، بیرون خانه است، حق داری اگر خواهی قبولش کن، نخواهی قبولش نکن. خاندار چی گفت؟ و حبیب خدا گفت من قبولش دارم. گفتن یعنی مهمان قبول کردن به اذن خاندان، به اجازت خاندان شد. از همین خاطر باشد که صاحب چهار کتاب میگه اول آن باشد که مانندی مگس، مگس هم میدانیم پشه، اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمانی کس. هر کی او مهمانی کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. کسی به دعوت خانه یک برادرش قبول کرد، وای الله که چی است، وای خار است، وای زار است، وای شرمنده می شود. برای یک تکنانی که همونجا استفاده میبری قدر و شرف قیمت گم میکنی. برای همین امروز این مدنیت دم شما باید رسین. بس از مثال خدای کافتن و جای نان و آب کافتن، این شرمندگی است. دعوت ما کردن انشاءالله قبول، دعوت نکردن ما حق مثال در خاندان او اشتراک کردن نداریم. اون سخنایی که مثال پیشینی ها بود، نان شنوی و نرای گناهگار میشه، ایره کدام با همین پیشوای شکم چران به دست باور کنید. هیچ یگان دلیل ها ندارن. من دلیل هاش از حدیث برای شما خوانده دادم. قبول نکنین. هر یک جا به خودش گویم نفر دارد، آدم دارد، شرایط دارد، حساب میکند چی مقدار قوت و مثال طعامش میرسیدگی است، بعدا مردم دعوت میکند. آیا بسم الله را در طعام فراموش کنی یا قصداً ترک کنی چی میشود؟ اگر بسم الله الرحمن الرحیم پیش از طعام خوردن ما قصداً ترک کنیم گناهگار میشویم. هر یک کار باید که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شود. حتی وارد شدن جنت ده انسان بسم الله الرحمن الرحیم میگفت است، با جنت میدرآمد است. همیشه باید که در زبان ما بسم الله الرحمن الرحیم جاری باشد. باری میگه پیغمبر خدا در یک حکایه خوانده بودم، با یک نفر میگه نشستم طعام خوردم، وای بسم الله الرحمن الرحیم نگفت، خورد طعام قریب در آخر طبق یک ناله ماندنده، بعد چی گفت؟ گفت بسم الله اوله و آخره. این از روی حدیث است. پیغمبر خدا گفت کدامت اگر فراموش کردی در بین طعام یا آخر طعام در بیادت آمد چی بگو؟ بسم الله اوله و آخره. بسم الله اول و آخر. میگه با این مرد من طعام میخوردم وای بسم الله نگفت، بعدا یک طعام ماندنده که بسم الله اوله و آخره گفت. این زمان حبیب خدا میگه من خنده کردم. پرسید چرا میخندی؟ گفتم تا همین زمانی که این بسم الله را تو تکرار نکردی همراه تو شیطان طعام خورده ایستاده بود. وقتی تو بسم الله اوله و آخره گفتی شیطان آنچه که خورده بود همش پس گردانید. این قوت دادن شیطان است کسی اگر بسم الله الرحمن الرحیم نمیگوید. پدر و مادر هم فرزندان را باید تعلیم دهند در نزد دسترخوان با دست راست خور بچم بسم الله الرحمن الرحیم بگو. اینا را باید پدر و مادر و فرزندان را تعلیم دهند. السلام علیکم ایشانی حاجی میرزا، به عدد رحمت خدا بر شما باد که من یک زن مسلمان هستم. از دوشنبه با همراهی شوهر و فرزندانمان از کاسته های شما بهره میبریم. یک سوال دارم. شوهرم سیگارت میکشد،
آیا این در اسلام چه حکم دارد؟ ساده و روشن بیان کنید که شوهرم معلم مکتب میانه هست. من این مسئله را چندین بارها گفتگی هستم، چی درباره ناز چی درباره سیگارت، که اسلام شعار دارد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام شعارش همین است که از چیز ضرر نبین و به کسی ضرر نرسان. این شعار اسلام است، از چیز ضرر نبین و با کسی ضرر نرسان. مقصد از سیگارت تو ضرر میبینی، تو شعار اسلام پایمال داری. برای همین سیگارت در اسلام حرام است، چه از جهتی گوییم که در جسم آدم ضرر دارد، چه در اقتصادیاتش ضرر دارد. وقتی هر چیزی که به جسم آدم ضرر داد، به جسد آدم ضررش رسید، این در اسلام حرام است. هر یک حرام کرده پروردگار حکمتش انا همین است که شما تماشا کنید چیزی را که خدا حرام گفته است و حتمی در ارگانیسم شما ضرر دارد. برای همین باز مخصوص اگر این برادر ما معلم باشد، معلم باید از سیگارت و از ناس دور باشد. معلم در پیش طلبه وقتی که سیگارت میکشد، ناس میکشد، همون شاگرداشان سیگارت کش و ناس کش میشوند. امروز به گوش ما آوازها میرسد که بعضی معلم ها طلبه ها را پول میدهند که برای ما ناس بخر یا سیگارت بخر. این نادرست است. داملای عزیز، من یک طالب علم از فرخار هستم، با یک سوال با شما مراجعت کردنی هستم، خواهش دارم این را جواب گویید. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو حنیفه سراج امتی. این حدیث صحیح است یا نه؟ یعنی حدیث ها دا میگذارد که ابو حنیفه این رئیس مذهب ما و شماست و این سراج امت است. گویا پیغمبر خدا گفته باشد که ابو حنیفه را شما میدونین که 70 سال بعد حبیب خدا به دنیا آمدن. ابو حنیفه سراج امت من است. سراج گفته چراغ میگویند، یک روشنی را میگویند، چراغ امت من است. نه، این برادر عزیز علی قاری در کتاب موضوعاتش میگوید این حدیث موضوع است. این حدیث صحیح نیست. این حدیث بافته است، حدیث تهمت است. هیچگاه حبیب خدا ابو حنیفه سراج امت من گفتگی خبر نداده است. لیکن خدا رحمت کند علامه جلال الدین سیوطی را که صاحب کتاب خلفای راشدین است، که چهاریار را بسیار قصه خوب کردگی است که امروز دنیای اسلام او را میخوانند، در زیر حدیث لو کان العلم معلقا بالثریا لتناوله الرجال من ابناء فارسه. حبیب خدا گفتن اگر علم در ثریا باشد، گویم همون بلندترین ستاره آسمان در اگر علم باشد، هر آینه مردهای از قومی گویم یا از طایفه فارس، مردم تاجیک، این علم به پایان میارند. همین جلال الدین سیوطی علامه در عقیده خودش گفته است که همین اشاره به امام ابو حنیفه است. برای همین سراج امت گفتن اگرچه از زبان پیغمبر نمیگوییم، لیکن سراج امت بودن ابو حنیفه هیچ شک و شبهه نیست. وقتی یک عالم سراج باشد، پس ابو حنیفه سردار همه علماست. امروز شکر ما و شما پیروی این گونه عالم برجسته در مذهب داریم. این شکرانه کردن در کار. انشاءالله ما راهی غلط نرفتیم، ما راهی نادرست نرفتیم. و امروز همه شما را هم جوانهای عزیز، من چند بار گفته بودم، باز میگویم که مذهب امام ابو حنیفه برای ما و شما امروز حتمی و ضروری است. امروز به نهایت مطابق و مناسب در همین جمهوری تاجیکستان ماست. بهترین نعمت این آرامی هست که اگر در بین ما بعض اختلاف ها و بعض نافهمی ها را اگر جاری کنند، این حالت ده ممکن است که این آرامی از دست ما رود.
السلام علیکم داملای عزیز، مرده را راه دور بردن جایز است یا جایز نیست؟ مرده را راه دور بردن جایز است یا جایز نیست؟ امام سرخسی رحمت الله علیه از قول امام محمد میگوید که مکروه است. مقصد از همین در کلاه وفات میکند میگیرن خاولین میبرند، در کلاه وفات میکند میگیرن مثال دوشنبه میبرند، یا در دوشنبه وفات میکند گرفته کولاب میارند و دیگر. همین امام سرخسی خدا رحمت و مغفرت چون کند از سخن قول امام محمد گرفتن گفتن مکروه است، بردنش درست نیست گفتن. لیکن خدا رحمت کند با صاحب فتاوای خلاصه را که دیروز من نگاه کردم، همین بابا این سوال خواستم نگاه کنم، اونجا گفته است تا 4000 میل، اگر یعنی 1 میل یا 2 میل اگر مرده را دور برند این یگان ضرری ندارد. 1 میل در شریعت 4000 قدم است. 4000 قدم گویم اگر 50 سانتی متری گریم 2 کیلومتر، تا 2 کیلومتر را گفته است صاحب فتاوای خلاصه گفته است که باکی ندارد. و بعض صاحبای کتاب گفتن این 2 میل 4000 گز می شود. 1 گز 91.5 سانتی متر، گویم که قریب 4 کیلومتر. اگر مرده را دور برند اینم باکی ندارد. لیکن امروز در همین شرایطی که ما و شما داریم بهترین صورت همین است که ما راه دور نبریم. خوبترین صورت چون در همون نزدیکترین منزل برده مرده ها ما جای میکنیم. اگرچه وصیت هم که کند وصیتی او بیکاره است، وصیتی او را ما در حال حیاتش میگیم میلش به جان قبول، لیکن جان که به حق تسلیم کرد همون نزدیکترین منزل در برده گورش میکنیم. یگان گناهکاری در شریعت ندارد. فقط وصیت مرده در 3-1 ماه تأثیر دارد و خلاص. اگر 1000 سامان از مرده من باقی ماند، گوید که بچم همین همشه بعد من در راه خدا خیر کن. وقتی که از دنیا گذشت ما همون 333 سامانیش گویم صرف میکنیم و باقی مانده شبا در جان خودمان صرف میکنیم. این یگان زیان و گناه در شریعت نیست. خب دوم، شوهر میتواند که زنش را در لحد جای کند. یعنی در فخرالدین خان خدا رحمت و مغفرت کند در همین فتاوی خلاصه دلیل میارد که مکروه است برای مردم این که شوهر یا پدر یا خسر اجازت ندهند که تابوت همون زن بردارد. یعنی بعضی انسان‌های هستن که نمیگذارن که شوهر تابوت زنش بردارد. یعنی وقتی که به قبرگاه میبرند در راه برداشتنش دم بعضی آدم‌ها اجازت نمیدهند. بعضی جوان‌ها امروز اینقدر پیشرفت علم و انکشاف در علم است، امروز فرزندای خود چون میمرد میگن که چی نرو، قبرستان نرو، از پس فرزندت نرو. اینا همش گویم باور که یک جهالت و غفلت و نادانی است. از پس فرزندت قبرستان بره، فرزند خودت به دست خودت در لحد بگذار، درست است، باکی نداره. لیکن شوهر در داخل قبر در فتوا میارد که اگر محرمای زن یک جای باشند میتواند که زن در لحد گذارد، خودش تنها در لحد گذاشتش نمیتواند. همراه محرماش، همراه تغش باشد، عمکش باشد، برادرش باشد، دادرش باشد، یک جای میتواند که همون زن گرفته در لحد جای کند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. جوانی که در خدمت است نمیتواند که نمازهای جمعه را بخواند، شما در این سوال چی گفتنی هستی؟ یعنی برادرایی که امروز در خشونها گویم حربی در خدمت میکنن، یعنی همچو عسکر خدمت وطن مادر میکنن، اینا عذر دارد. برای اینا اگر شرایط جمعه خانی که نباشد میتوانن پیشینها شون خوانند، زیرا که اینها شرایطی گویم جمعه خانی نباشد چیکار کنن؟ کجا روان جمعه خانه؟ اگر شرایط پیشین خانی داشته باشن همون پیشین هاشون در همون گویم که جایهای خدمتشون ادا میکنن. جوانای عزیز، امروز خدمت وطنم یکی از قرضهای هر یک گویم
شهروند تاجیکستان است. وقتی معین خدمت آمد ما باید سرکشی نکنیم، ما باید گردن کشی نکنیم. امروز تاجیکستان در دست تاجیک است. پس باید که هر یک سرحد داریم، هر یک شهر داریم، هر یک گویم منطقه‌ای که داریم برای محافظت باید که ما و شما رفته تاجیکستان ما محافظت کنیم. این خدمت هر یک جوان است. امروز سرکشی نکنیم، بسیار نیک می شود. این راه هم خیلی راه آدمای دلیر است، راه هر یک شخص نیست. السلام علیکم اکای حاجی داملا. همسایه ما در کلاب زن دارد. من خودم از دوشنبه هستم. باز در روسیه نیز زنی عروسی دارد. آیا زنی عروسی را تاجیک گیرد رواست یا روان نیست؟ اگر زنی عروس زنی کتابی باشد اجازت است که او را چی تاجیک است چی عرب است، یعنی کدام آدم مسلمانی نباشد می تواند که باید در نکاح درآورد. زنی که به کتاب به همون انجیلی که دارم به همون ایمان داشته باشد. لیکن برادرای عزیز، برای زن گرفتن یک شرطی زنگیری این است که زن باید که اصل داشته باشد. زن به منزله زمین است، باید زمین خوب گیری. بین امروز آدما زمین آبی میکاون که مثال زمینای آبی حاصلش زیاد است. هیچ وقت زمینی که شوره داشته باشد، خس و خارش زیاد باشد، در او هیچ وقت رجوع ندارند. مقصد زن به منزله زمین است. باید ما زن از طایفه گیریم که اصل داشته باشد. برای ما چی حاجت است امروز زنی روسی گرفتن؟ چی حاجت است؟ زمانی که دخترای تاجیک ما خودشون شوهر ندارند، زمانی که در هر یک خانه تاجیک 2 دختر 3 دختر به شوهر ایستادگی است، کجا میره زنی عروسی میگیری؟ بعضی زنای عروسی این بچکای تاجیکی ساده ما را یافتن، تنی کلمه عرضه کن، خیلی کلمه عرضه میکنن، تمام میگد مسلمان شد، گرفته به او خدمت زندگی کردن میگیرد. نمیداند که حالی عاقبت چی میشود، از این چگونه فرزند به دنیا میآید و یا عاقبت با این مرد چگونه زنی میکرده باشد. و حضرت سعدی میگوید زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس. برادرای عزیز، همه شما را من نصیحت من این است که امروز زنی تاجیک زنی کنی. زنی هست که گویم همه جهت و تو میدانی، زبانش با زبان تو موافق است، مذهبش با مذهب توست، دینش دینی تو هست، معامله های گویم زندگی را خوب آموختگی هست. برای همین بهترین برای جوان تاجیک امروز زنی تاجیک است. جوانای عزیز، هیچ وقت میلی با زنهای روسی نکنید، تاجیکای خود ما نگیریم. امروز ببین اینقدر زنها از حساب به شوهری به حیا شدند، بیگانه شدند، دستی گوی مردم بیگانه استفاده دا بردند، به ملکهای خارج برده استفاده شان بردیستند. همش به خاطر است که شوهر ندارند. امروز بعضی همون دیوسا گویم، بعضی جوانای بی غیرت همین کلاب ما و شما امروز با دخترهای تاجیک برده در عسکرهای روس بیزنس میکنند. مردن تون بهتر باور کنیم. وقتش زن ممراز بود، امروز بچه کلابی ممراز شده است. این خبرها به گوش ما می آید، ادرساش میدانیم باور کنیم. بچه تاجیک بار میکند، دخترها را در یک خانه جمع میکند، بچه های روس میگیرد میبرد، 1000 سومی روسی 500 سومی روسیش میدن و به دختر تاجیک یک جایش میکند. همین دیوسی نیست؟ همین یک گویم باور که خیانتی در ملت تاجیک است.
آخر تو اونقدر جوانمرد باشی، اونقدر دلت به ملت تاجیک سوزد، تو برای و یک شوهر جستجو کن، شوهرش بیا. برای این دادرای عزیز هیچ وقت برای خدا اون زنها را اختیار نکنید، زنهای تاجیکی خود ما نگیرید. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش می‌نمایم که با همین سوال من جواب بگوید. مدت 6 سال می شود که شوهرم در روسیه کار میکند و تا حال نیامده است. مردم میگویند که وقتی که او برگردد باید که از نو نکاح کنید. آیا این درست است یا نه؟ با احترام خواهر اخلاصمند شما. این مرحمت خودش. 6 سال این حالی این همین شخص در همونجا زن دارد. بعضی‌هاش میگوید که وقتی ما روسا را میگیریم پاسپورت ما از دست ما میگیرن، به خاطری که دیگر تو پای در طرف تاجیکستان نمیمانی. ببینید غمخواری زنی روسا نسبتی بچه تاجیک. ما امروز خرسند میشیم که جوان مردای تاجیک رفته در اونجا کار میکنن و پدر و مادر و زن و فرزندشون را در اینجا کمک میکنن، یاردم میکنن. 6 سال زن و فرزند تماما سراغ نکنی، آیا این در کجا دیگر گویم ایمانداری و اسلامداری تو باقی میماند؟ در کجا دیگر؟ از تو در گویم آدم شرمنده، از تو در آدم بیناموس دیگر وجود ندارد. تو چی میدانی که زنی تو در کدام حالت در اینجا گرفتار است؟ چی کار میکند؟ تو چگونه زنداری داری؟ این عاقبت زنهایی که ما و شما در روسیه رفته زن میگیریم، زنهای خودمان در همینجا با فرزندا هر طرف پریشان میگردند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من یک مادر به شما گفتنی دارم. از برآمد و ثبت کاسته های شما خیلی ممنونم. نتیجه همه کارهای شما تربیت جوانان است. من خیلی خرسند هستم که پسر من مثل دیگر پسرها دائم روزهای جمعه را انتظارند برای سخنهای تربیوی شما. رحمت بر شما داملا که امروز جوانان شهرمان را برای راست تربیه کرده ایستاده اید. سوال مادر: من کارکن دولتی هستم لیکن بیروی مال به کار می روم. اما خویش و تبار مرا سرزنش می کنند، لیکن الحمدلله من مسلمان هستم و دین اسلام را سخت اعتقاد دارم. من باید چیکار کنم مادر؟ راستی بار من چی برای این مادر باشد چی برای کدام خواهری نباشد، هیچ وقت یگان تغییرات در اسلام در آیت قرآن احادیث رسول الله در آوردن نمیتوانند. چیزی که خدا امر کرده، چیزی که حبیب خدا برای ما سفارش داده است، وای برای ما دیگر چی هست؟ خودش برای ما دیگر فرمان است، وای برای ما دیگر فتوا هست. من برای این گونه مادری که خیلی گویم با یک علم با یک کلمه ها و جمله های خیلی خوب برای ما نویسانده است، منم به این مادر همین گفتنی هستم که مادر عزیز، پوشانیدن سر این فرمان پروردگار است. این الله چی در سوره احزاب چی در سوره نور تماشا کن. مرحمت اگر خواهی، امروز قرآن با طریق کریلیکی هم چاپ شده است. مبادا شما را درد نکند که ما در باب سطر و در باب رویمال وقتی صحبت میکنیم فکر کنیم که این پیشنهاد خودی من است. نه، بلکه این سخن خداوند است. در قرآن هم در سوره احزاب هم در سوره نور خطابه فرمان برای زنها دارد. از این خاطر مادر عزیز، چی کارگر دولتی چی کارگر غیر دولتی، فرمان پروردگار این است که باید تو رویمال داشته باشی، باید گردن و دست تو را کسی نبیند بجز شوهر تو. این فرمان پروردگار است. اجرا کنی خوش به حالت، اجرا نکنی هزار اگر حاجی میرزا و پیر و استاد داشته باشی، در قیامت برای تو عذاب انتظار است. لباس خودش زیبایی است. همون رویمالی که زنها میدازند، همون آستینهای درازی که زنهای ما و شما دارند، باور کنید زیبایی از زینت است. خودش زینت است. از یک جهت فرمان اجرا شده ایستاده است، از یک جهت زینت او زیبایی همین زن پیدا شده ایستاده است. این امروز ما
جای گویم که غیبت و جای تنقیدش نیست. همین دخترهایی که در شهر میبینیم، همون چهره های زیبایی که خدا برای اونها داده است، اینقدر کریم، اینقدر گویم تمام نمود داروها را در چهره ها استفاده میبرند. شما یک نظر کنین بعد یک 5 ساله چهره همون را تماشا کنین، این خیمیه ها اینقدر زلال زیاد دارند، هیچ احتیاج به اونا هم ندارند. انشاءالله من در اطراف این مسئله هم دارم صحبتی که برای شما یک صحبت مفصلی، شاید یک جمعه یا 2 جمعه در اطراف این صحبت میکنم اگر عمرم باقی باشد. السلام علیکم دام الله حاجی میرزا، اگر در مسابقه مثل گشتینگیری یا باکس غلبه به دست آری، زمین را بوسه کنی از شادی، درست است یا نه؟ بعضی آدمای هستن که گشتین میگیرن یا گویم در مسابقه هم باکس که میگوید غلبه میکنن، بعد زمین بوسه میکنن. اگر دیده باشین این حرام است در اسلام. زمین بوسه کردن جایز نیست. وقتی فوتبال ها را تماشا میکردیم، گویم که یک گروه دیگه در غلبه میکرد، بعد همون نصرانی ها در گردن هاشون همون کریست داشتن، همون کریست هاشون بوسه میکردن. بعضی هاش کریست نداشت، با دستش همون اشاره کریست میکرد، شکرانه میکرد. امروز جوان تاجیک وقتی تو در گشتین غلبه میکنی، در باکس غلبه میکنی، در کدام چیز نباشد، تو به جای بوسه زمین سجده کن، شکر به سوی پروردگار بگو. امروز افسوس که تاجیکای ما وقتی غلبه به دست میارن، بعد میان شامپانسکی هوی میکنن، بعد عرق میخورن که این ما غلبه کردیم. آخه این قوه خدا دادی است، تو خدای قوت داده است، به سوی پروردگار شکرانه کن. بعد این غلبه 2 رکعت نماز خوان، بگو پروردگار هزارها شکر که مرا در بین اینقدر میلیون آدم گویم خجالت نگذاشتی. آمده شامپانسکی هوی کردن، این یک باره به ضرر جان تو حل می شود. عاقبت در یک مسابقه چنان مغلوبت میکنن که شاید یگان اعضات شکسته شود، دیگر اصلا دیگر او را پیوند کردن نتوانی. این خطرها هم وجود دارد. دادرای عزیز، می توانید شما امروز ورزش در تاجیکستان خیلی پیشرفت کردگی است. شما وقتی که غلبه کردین، مرحمت، می توانید که چیکار کنین؟ زمین سجده کنین، شکر به سوی خدا کنین. یک منظره همون تایسونی که تایسون باکس میکنه، یک منظره شدیدگی بدم که وقتی در یک برآمدش غلبه کرد، در زمین زد، اما آدم نو مسلمان است، همون آدم در زمین سجده کرد، بوسه نکرد، سجده کرد. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، من همین سوال آخرانم میخوانم انشاءالله و بعداً ما یک گروه جوانان از شما یک سوال داریم. سوال چنین است: در مسجد محله ما به ما نمیگذارند که صف نماز را جفز کنیم. برای اشاره سبابه به ما کیانه میزنند. سخن دنیایی به حد زیاد است، حتی جنجال ها میکنند. وقتی ما با امام مسجد گفتگو کردیم که از پند و موعظه های حاجی میرزا مانده پیش از نماز گوش کنیم، در حال از شما عیبجویی کرد و اجازت نمیدهد. در حق این گونه امام ها نصیحت کنید و در حق ما نیز دعا کنید که خدا ما را هدایت کند. با احترام، یک گروه مخلصان شما. یعنی این برادران میخواهند صفحاشون جفز باشد، میخواهند صفحاشون راست باشد، میخواهند اشاره یعنی انگشت بردارند در حالت اشهد ان لا اله الا الله ده. بعضی شخصای پیدا میشود که جفز کردن صفحه نمیگذارند، راست کردن صفحه نمیگذارند، برداشتن انگشت اجازت نمیدهند. و شما باید گوش نکنین. اخی او کی از خودش؟ وقتی جفز کردن صف امر پیغمبری خدا باشد، صف راست کردنش امر باشد، برداشتن انگشت امر باشد، کی را اطاعت کنی؟ امام؟ خدا رحمت کند. و حضرت حافظ میگو ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، خود دانا همه از خون جگر میبینن. چیکار کنین؟ زمان هم تشیده است. امام در محراب است که دیگر
آخر دیگر چی گویم دیگر؟ اسب تازه شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. چیکار کنیم؟ امروز محراب ها از این گونه شخصا خالی اند. از شخصی که حق میگوید، از شخصی که از حدیث و آیت سخن میراند، محراب ها امروز ما و شما خالی هستند. بعدا مثل همین گونه بعض ابله هایی که از حدیث و از آیت و از مسئله درک ندارند، بعدا فشار بالای مردم میارند. شما کردن گیرین، صفحاتون راست کنین، صفحاتون جفت کنین، اشاره را کنین. کدام من برای شما گفته بودم کسی اشاره میکند برادرای عزیز، این حدیث پیغمبر خدا هست. از 30 حدیث زیاد درباره نمین یک برداشتن انگشت آمده است. بعضی از فقهای ما و شما هم حتی ببین صاحب عمدة الرعایه این شرح الوقایه است. و حضرت گفتند، صاحب فقه کیدانی گفته است، باز در تنبورش نواخته گفته است این حرام گفته است. ببین صاحب فقه کیدانی در کتابش گفته است کسی انگشت می بردارد همین انگشت برداری حرام. لیکن صاحب کتاب عمدة الرعایه که خیلی کتاب معتبر است و در علم و در حدیث و در بزرگی از فقه کیدانی 1000 برابر بالا بود، و میگوید صاحب فقه کیدانی شرم نکرده در تنورش نواخته انگشت برداشتنش حرام گفته است. علی قاری رحمت و مغفرت کند خدا، و در مذهب همین ما و شما امام ابو حنیفه است، در باب همین برداشتن انگشت رساله دارد، یک کتاب پره دارد و گفته است. چی گفته است؟ اگر گفته است ان همین حدیثی و ظن بالمؤمنین خیرا نمیشد، من صاحب فقه کیدانی را حکمی به کفر میدادم. علی قاری امروز کتاب موضوعات حدیث دارد، شما یعنی علم شاید درک نداشته باشید. صاحب و محدث است و میگوید فقه کیدانی که امروز تعلیماتی است که میگوید برداشتن انگشت حرام است، و از علی قاری در کتابش میگوید که پیغمبر خدا گفتن و ظن بالمؤمنین خیرا، و تمام مؤمن ها گمانی نیک داشته باشین. گفت اگر همین حدیث نمیشد من صاحب فقه کیدانی را حکمی به کفر میدادم که حلال خدا حلال کردگی را حرام میگن. برای همین کسی انگشت میبردارد، پدرای عزیز شما خشمناک نشوید. او چی جای خشم شدن از وقتی حبیب خدا برداشتن؟ و حتی گفتن هی اشد علی الشیطان من حدید، همین شیطان گفته است آهن گرفته در تار سر شیطان میزنی، از اون دا گفته است در برداشتن انگشت شیطان ناراحت میشود. همین انگشتی که میبردانن اشهد ان لا اله الا الله دا میپرتایمش، همین دا شیطان دردمند میشده است. و این کرده پیغمبر ما و شما هست. برای همین نمیکنی میلش نکن، لیکن میکردگی آدم ها را تحقیر نکن. این در این علم نداری، این مرحمت در این مسجد کدامت علم داری؟ در همین باب انگشت تیز مثال من کردگیش گپ زن در بین همین مردم، من تو را قبول دارم اگر دلیل های مستحکم داشته باشی، از حدیث از آیت تو دلیل داشته باشی. نداری برادری عزیز. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک 5 دقیقه دیگر مانده است. همینجا مهمان داریم انشاءالله در اطراف همین کدام مسئله برای ما و شما یک چیزی میگوید، در ممکن تای 5 دقیقه است، ممکن تای 10 دقیقه است، همین ما و شما گوش کنیم. از حکومت نماینده دین انشاءالله بعدا دعا میکنیم مرحمت. پیش از آن که تو خانه کعبه می روی باید که تیار شده روی. یعنی بعضی حاجی های امروز می آیند، شما می دانید بعضی هایش می آیند، امروز خبرهاش می آید که حاجی را دیدیم کشف علو کده عرق زده سه، حاجی را دیدیم مثال به وقت نمازش نمی خونه، حاجی را دیدیم مثال و فلان دخترک مثال یک جای شیدگی فلان. یعنی در حق مثال فلان حاجی فلان گپا، در اصل اینا وجود دارند. برای همین هر کسی که خانه کعبه زیارت می رود باید آن چیزی که از اخلاقهای نادرست و کردارهای بدی که داشت همه را ترک میکند، رفته حج میکند، میآید انشاءالله در نزد خدا بهترین مکافات جنت است.
برخوردار می شود. برای همین این یگان بسیار پیشنهاد خوب است کدام خیلی مسئله قیمت شید نشید برای بای یا برای تو کمبغل نیست. این برای آدمی بای $100 قیمت میشد، $200 قیمت میشد، برای فرقی ندارد. او برای مثال خودت برای یگان کسی دیگر که پول نداره $100 خیلی پول کلانه. برای آدم با دولت $100 هیچ پول هم نیست آخه. برای همین حج خدا برای آدم با دولت گفته است برای آدم نادار مرحمت نماز جمعه با صدق بیا نماز جمعه را بخوان، خداوند ثواب حج در نامه اعمالت می نویسد. و بایهایی که در اونجا خیلی که رفیق قیوم ذکر کردن، انا بایهاش در اونجا از پس خیریه نمیگردن. انا منویش که همین روز اینجا حولی فروختن، زمین فروختن و ماشینش فروخته است رفته است، بعد اونجا دیگه پس همون ماشینای خیریه بد میدوه که کجا دگون خیریه و خدایی وجود داره که بخریم. بعد خب اینجا در حق بچه‌هایی که این هفته خدمت کردن دعا میکنیم. من مادرم پسرم در تحصیل علم هست، دعا کنید. گفته اینجا در یک مبلغ اسپاریدن، یک برادر زکات مال دادن. خب پسر اکای شراف نفتی بازه برای مسجدم همین هفته یاردم آوردن، مبلغ پولی آوردن. یک برادر دیگر هم صدقه کردن، یک مبلغ گفتن نامانه نگیرید برای ساختمان همین مسجدی که آغاز کردیم. مادرم بیمار است، دعا کنید گفتن. برادرمان محمد شریف که در همین مسجد ما و شما پیوسته اشتراک دارد. و فرزندم در روسیه است، ایدیمت گفته که در حقش دعا کنید. و اینجا چند برادرها از دوشنبه به نام خوشنود و حسین و رضوان و عبدالملک از محله سیواستوپل، یعنی گفتن که یک خواهر داریم به نام عایشه که دلش بیمار است، در حقش دعا کنید. خدای مهربان این بنده هایی که خوانده شدن، خدایا بیماری هاشون شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردانی. گذشتگانشون خدای مهربان رحمت و مغفرت